بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه امروزمون به حالت گفتاری و به صورت پیام وایسی هست که خدمتتون ارسال بکنم در خصوص احجاب سبعه و ساعات ادعیه نویسی هست. در جلسه گذشته ما با هم دیگه صحبت کردیم که بعضاً ضعف‌هایی از حس در واقع جبر نجوم هست که بر طالع ما سرشت میشه، مثل شعری از سعدی که میگه آنکه طالعش سیاه شد به آب زمزم و کوثر پاک نشود. مصداق همین حرفه که نجوم یک بعد جبرگرایی داره. خب مثل اینکه شخص در چه روزی از سال به دنیا میاد و در اون لحظه کواکب و ستارگان حتی ثوابت در چه موقعیت در اون منطقه جغرافیایی، ارض جغرافیایی قرار گرفتن و این همه اینها تأثیرات خوب و یا بدی رو میتونه روی شخص اعمال بکنه. خب مثال میگیم یکی شرف زحل داره، شخص کاملا مرموز، شخصی کاملا دنبال بگو مگوها، دنبال جنگ طلبی، یا کسی که در واقع طالع مریخ داره. همچنین میبینیم که اون حالتهای نظامیگری، اون حالتهای جنگ طلبی رو در خودش میتونه ایفا بده. و برعکسش کسی که در طالعش عطارد داره، خب میبینیم که جنبه و استعداد علم طلبی، جنبه و استعداد این که دنبال علم بره، دنبال نوشتار بره، خب زیاده. یا جنبه های مختلف، مثال کسی که تو طالعش زهره داره یا در شغلش یا در جنبه های مختلفش، در خونه ذهنیتش، در خونه اعمالش زهره داره، این شخص به طبع استعداد موسیقیش بیشتر از منی هست که من این موقعیت رو ندارم. به این میگن جبرگرایی، به این میگن استعدادی که نفرات در چرخهای مختلف، در برهای مختلف میتونن از خودشون نمایش بدن. شخص میاد مهندس میشه، شخص میاد دکتر میشه. همه دکتر نمیشن. همه دکتر بشن، خب مثال میگم، شما فکر کنی کل جمعیت دنیا 10 نفره. خب 10 نفر، بیشتر آدم توش نیست. از این یه نفرش میاد دکتر میشه. اگه 100 نفر بود، خب اگه 10 نفر میاد سمت پزشکی، یه نفر از اون میره دنبال، مثال میگم، جراحی های مغز و اعصاب میشه، یا یه 2 نفر از اون صرفا فقط میتونه بره چشم پزشک بشه، 3 نفر از اونها میتونه بره دندون پزشک بشه. یعنی در هر رشته هم باز تفکیک داریم ما. نسبت به چی؟ نسبت به شرایط آسمان، نسبت به علایق شخص تغییر پیدا میکنه. حتی دوقلو، چندین بار دوقلوها رو بررسی کردیم. دوقلوها خودشون با اینکه در یک زمان به دنیا اومدند، خب اما اون طالع رو تقسیم کردن، اون طالع رو در نوع خودشون به علایقشون تقسیم بندی شده. 2 نفر دوقلو به دنیا میاد، خب استعداد یکی در، مثال میگم، پزشکی، یکی در مهندسی. ببینید چقدر فرق داره. کمتر و نادر پیش میاد در حالتهای مختلفی از چارتشون که نفر بیاد دوقلو بشه، دوتاش هم توی رشته‌ای برن فعالیت بکنه. خب هست، این مورد هم هست که یکسان علایق دارن، ولی خب نجوم به یک دیدگاه دیگری داره نگاه میکنه. حالا وقتی که یک شخصی، مثال میگم، قوه های بد داره، مثال قوت مریخ رو، یا مثال میگم قوت نحوست داره در طالعش و نمیتونه کنترل بکنه، هی میاد شکایت میکنه من زندگیم اینجوری شده، من همش بدبیاری دارم، من کنترل خودم رو از دست میدم، من همش سر این و اون داد میکشم، همش انتظارات بیجا دارم، کینه میکنم، حس انتقام دارم. خب اینها همشون اثرات کواکبه. متوجه شدین شد؟ پس میشه کنترل کرد، اما نه 100%.
100% وجود نداره. در علم نجوم چیزی به عنوان کنترل کواکب، اون هم به صورت 100% قاطع، وجود نداره. هر کسی به شما بگه که من اومدم چارت تراپی بکنم، نمیدونم چارت شما رو اصلاح بکنم یا قوت‌های شما رو کنترل بکنم، دروغ گفته. منم نمیخوام وارد این دروغ باشم. احجاب سبعه‌ای که بالاتر براتون گذاشتم، خب با توضیحات ثانویه‌ای که بعد این وایس برای شما میفرستم، اگر استفاده بکنید یه بخشی از این خوبها و یا بدهای چارت شما قابل به کنترل میشه، مشروط به شرطها و مشروط به حالا اعمالی که بیشتر براتون توضیح خواهم داد. خب پس ما متوجه شدیم که حتی بعضی از شرف‌ها خوب نیست برای ما، همه حبودها هم بد نیست برای ما. مثال میگم، شخص میاد میگه من در شرف قمر به دنیا اومدم، ولی چون نظرات در واقع نظرات بد روی اون شرف هست، تبدیل به یک مخرب شده. به جای اینکه ذهنیت شخص رو، زیبایی شخص رو تقویت کنه، میبینیم زده یه جاهای دیگه هم خراب کرده. درست شد؟ یا شخص میاد میگه من شرف عطارد دارم، خب ولی علاقه‌ای به علم ندارم. میایم چارتش رو نگاه میکنیم میبینیم که بله راست میگه، شرف داره، خب شرف عطارد داره، ولی خب تأثیرات دیگر سیارات رو روی این خونه و روی این کوکب فراموش کرده. خب و به این نتیجه میرسیم که بعضا همه شرف ها یا حتی حبود ها هم میتونن از حالت بد و یا خوب خودشون خارج بشند. حل شد؟ ما در ادامه روندمون این رو متوجه خواهیم شد که میشه با یک تعداد اعمال، با یک تعداد کارها که مرتبط به رشته های مختلف علوم ارثماتیکی میشه، مرتبط به بخش های خاصی از علوم غیبی میشه، میتونیم اینا رو کنترل بکنیم. پس من این وایس رو این صحبت رو در اینجا قطع میکنم، برم در واقع وایس بعدی، توضیحات ثانویه‌ای که در خصوص نوشتار احجاب سبع هست و باید در واقع چه کارهایی انجام بدیم که این قدرت ها رو کنترل بکنیم.